مقامات تاجیک تحقیق پرونده بیش از 60 محبوس یکی از زندانهای شهر خوجند را با اتهام آمادگی به آشوب و قصد کشتار کارمندان مؤسسه اصلاحی انجام دادند. منابع رادیوی آزادی میگویند گروه 68 نفری محبوسانی که زیر عقیده های افراطی مانده اند قصد داشتند ماه اوگوست آشوب بردارند، ولی نقشهشان فاش شده به هدفشان نرسیدند. رادیوی آزادی در دوام یک ماه بر اساس صحبت با کارمندان محبس و زندانیان سابق مؤسسه اصلاحی رقم 3 منظره واقع رو روشن کرد و با این نتیجه ها همکار مومین احمدی حالا در استودیو با ما است. مومین، محبوسانی که حالا در کرسی عیبداری نشسته اند که هایند و هدفشون چی بوده است؟ سلام خیرامان و سلام بیننده های عزیز. محبوسانی که حالا با تلاشی آشوب و قصد کشتار کارمندان محبس عیبدار می شوند اکثرا با اتهام تندگرایی و تروریسم زندانی شدند. مقامات آنها را عضو داعش می دانند. تصویر مقامات از این حادثه چنین است که گویا این گروه زیر رهبری عزیزبگ میرزایف، یک ساکن ناحیه شهرنو که برای تندگرایی زندانی شده است، به آشوب آمادگی می دیدند. رهبری گروه که در سازمان‌های افراطی از او با نام امیر یاد می‌کنند، به گفته مقامات همین عزیزبگ میرزایف بوده است. رادیو آزادی شخصیت بیش از 10 نفر را آشکار کرد که عضو این گروه نامیده می‌شوند. اکثر آنها با گناه افراطگرایی زندانی شدند. مثلا در این گروه نامی سفر محمد عبدالنظرزاده، یک ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین است. او را سال 2018 در مرز با افغانستان بازداشت کردند و مقامات گفتند که سفر محمد نیت داشته است در کشور همسایه به داعش پیوندد. هرچند منبع‌های نزدیک به تفتیشات معتقدند که این گروه تلاشی آشوب داشت، ولی منبع‌های دیگر نیز هست که به این شبهه دارند. به گفته آنها بجز شهادت خود محبوسان دیگر دلیلی برای اینکه آنها با آشوب یا قتل زندانبان‌ها آماده می‌شدند موجود نیست. مومین، یاد داشته باشید در دو آشوب سالهای 2018 و 2019 در زندان خوجند و وحدت بیش از 50 نفر کشته شده بود. آنها را هم مقامات اون وقت کاری دستی پیروان داعش گفته بودند. اگر این واقعیت داشته باشد، چرا آنهایی که با جرم افراطگرایی زندانی میشوند اصلاح نمیشوند و ریشه های چنین آشوب در چی بوده میتواند؟ ببینید خیرامان که واقعا هزاران نفر در زندان‌های تاجیکستان با جرم عضویت در سازمان‌های تندگرا زندانی اند. بحث این که تا کجا گناه آنها در دادگاه ثابت شده است دیگر است، ولی تحقیق ما در گذشته نشان داده بود که واقعا پیروان داعش در زندان‌ها تلاشی به عمل‌های خطرناک دست زدن می‌کنند. تحلیل ها نشان داد که ایدئولوژی ساختن خلافت، جهاد و کشته شدن در راه به اندیشه آنها خدا در ذهن آنها جای شده است. در زندان نظامی است که این اندیشه را از ذهن آنها بیشاید وجود ندارد و خطا بودن آن را برایشان ثابت سازد. بعداً حکم‌های طولانی، شرایط سخت در زندان و شکنجه شدن زندانیان برعکس اندیشه‌های افراطی در ذهن چنین محبوسان را قوی تر می سازد. از این رو با منبع هایی که ما صحبت داشتیم برای آنها انتخاب دیگری گذاشتن نمی شود و این محبوسان در پی اجرای نقشه های افراطیشون در زندان می شوند. البته حالت های هست که زندانبان ها یا مقامات برای سرکوب گروه یا شخص در داخل زندان این رو همچون بهانه استفاده میکنند، ولی وجود چنین گروه ها با چنین اندیشه ها رو در محبس های تاجیکستان نمی شود صرف نظر کرد. کارشناسان بارها پیشنهاد کردند که باید شیوه اصلاحی این نوع محبوسان رو تهیه کرد و با ایدئولوژی قوی‌تر ضد ایدئولوژی تندگرایانه آنها مبارزه برد. تشکر برای صحبت و بینندگان عزیز. نتیجه این تحقیق به زودی در صحیفه azadi.org نشر می شود. آن را پیگیری کنید.